نیوشا به آبی که براش توی زندان آوردن با دقت نگاه کرد. آب بیش از حد تمیز به نظر می اومد. اون یه کمی گردنش رو خم کرد و یه دفعه یکی از چشماش تبدیل به چشم کاملا سیاه شد که میتونست چیزای ریز و میکروسکوپی رو باهاش ببینه. همونجا که حدسش رو میزد دید که توی آب ذرات صورتی رنگی هستش که مشخص میشه که یه نفر براش فرستاده تا بکشدش. اون که فهمید که این زندان جای خطرناکی هستش تصمیم گرفت که از اونجا فرار کنه، اما اون زندان هیچی توش نبود جز یه کانال هوا. پس اون میره جلوشو سوت میزنه و یه سری گوی جوری که انگار زنده هستن از توی کانال چرخیدن و رفتن به یه سمتی. اونا حتی از زیر پای چند نفر رد شدن و چند طبقه رو رد کردن و بالاخره رسیدن پشت در سلول زن پناه گرفت و چند لحظه بعد گلولا با قدرت خیلی زیاد به سمت دیوار شلیک شدن. زن از این فرصت استفاده کرد و موفق شد که فرار کنه، اما همین که از اونجا رفت بیرون انتظار این رو نداشت که توی یه زندان چند برابر بدتر از قبل باشه، چون که چمنایی که داشت روشون فرود میومد پر بودن از تیغایی که اگه به نیوشا ورود میکردن قطعاً اون رو میکشتن. کامل در تلگرام.